سلام به همگی. امروز مدیم با پارت دوم. من تو پارت قبلی 4 حرف بهتون یاد دادم. الان امروز این دوتا که زیرشون خط میکشم 2 حرف بعدی هستن، ولی چون اصلا استفاده نمیشن من نمیارمشون، ولی اگه میخواید بگید بعداً تو پارت بعدی براتون بذارم. امروز این 4 رو من انتخاب میکنم. خب حرف اولمون صدای ن میده، یه صدای بین ن و گ. مثل برای کسایی که انگلیسی بلدن مثل چیزی آخر سینگ هستش، انجی ته سینگ. بعدی هم صدای ج و چه میده، ولی معمولا ج میگن. خب میریم سراغ حروف بعدی. حروف بعدی صدای چه میده و اینم باز مثل بقیهشون صدای چه میده. بازم میگم مثل ما که 1000 تا ز داریم، اینا هم 1000 تا سه و 1000 تا چه و که دارن. خب من کلاس رو قبلا براتون توضیح دادم. اولی کلاس پایینی هستش، دومی کلاس وسطی هستش و سومی کلاس بالایی هستش، آخری هم کلاس پایینی هستش. خب اولی اسمش نونو هستش که نه نیست، یه چیز بین نه و گه، ولی چون اکثرا نمیگن منم نمیگم. بعد نو یا آخرش به معنی مار هستش. بچه حواستون باشه این نونو نیست، این نو هستش. نو آخر به معنی ماره و خود نونو هم یه ذره شبیه ماره. من براتون عکسشو میکشم، خیلی شبیهش نیست ولی خب باز یه ذره شبیهش هست. بعدی هم اسمش چوچان هستش. چان به معنی بشقابه. اینم چوچینگ هستش که من خیلی سرچ کردم برای معنی فارسی چینگ، ولی هیچ معنی نبود و به جاش عکسشو براتون میذارم. یه چیز تایلندیه، هم براتون عکسشو میذارم. خب شنده باشید اونو. بعدی هم اسمش چوچانگ هستش. من الان اینجا چیانگ نوشتم ولی چانگه، خیلی ببخشید این اشتباه کردم. که چانگ به معنی فیل هستش. خب بریم برای نوشتنش. اولی نونو اونجوری نوشته میشه، بعدی چوچان از گردیه وسط، بعدی چوچینگ دوباره از گردیه وسط، بعدی هم آخری هم چوچان. مثل همون کوکای خودمونه ولی کنارش یه تو رفتگی داره. خب بچه‌ها خیلی ممنونم که پارت 2 هم اومدید دیدید. مرسی حمایت میکنید. من تازه پیجو زدم، خیلی ممنون. حتما پارت بعدی هم ببینید، هر روز براتون پست میذارم. مرسی، خداحافظ.